عمر خود را صرف کردم در پی این نفس شوم، عمر را برباد دادم بی مناسب. وای وای، از برای توشه فردا نکاشتم دانه، یک گل از باغ عمل خندان نکردم. وای وای، اینما اموالکم اولادکم را خوانده ام، یک نظر بر آیت قرآن نکردم. وای وای، در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف، در پی نیکان نرفتم چون سگی اصحاب کهف، چند روز خدمتی مردان نکردم. وای وای، نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، یاد حشر و تابعی میزان نکردم. وای وای. الله بزرگوار هر ابتدای شب وقت شام می شود، یعنی آفتاب میشینه، خداوند آغوش بخشش، آغوش رحمت کشاده میکرده، میفته انسانی که امروز گناه کردی بیا توبه کده گناه تا ببخشم. میفته گناه ترا بی قدرت مینه، بی حرمتت مینه، بی برکتت مینه، بی عزتت مینه، تمام خوبی های زندگی را از حیات دور مینه. توبه کده تا اینکه دوباره خوبی ها ما برات ببخشم. دوباره رب العالمین و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. با دوباره پروردگار ابتدای سحر آغوش بخشش رحمت کشاده میکرده، میفته انسانی که امشب گناه کردی بیا توبه کده من گناه تا ببخشم. چون که گناه تو را خارت میکنه، بدبخت، به حرمت، به عزت میکنه. تا همون لحظه ای را که آفتاب از جانب آفتاب شی میبراید، تا همون لحظه را یعنی این کار پروردگار دوام میده. هر ابتدای تعطر بالصلاة على محمد وردد قولها في كل ذكرى، فمن صلى على طه صلاة يصلي عليه رب الملك عشرا، وأكثر من صلاتك كل جمعة على علم الهدى سرا وجهرا، تنال بشارة الهادي محمد ويعظم لك إله الكون أجرا. إلهي والملائكة يصلوا عليه وجاءنا بالمثل أمرا، فيا مهموم صل على محمد واعلم إن بعد العسر يسرا. از هر گناهی کردیم انسان باید توبه کنند، چه گناهی اندک باشه. در گوشه خانه نشستی بگوی پروردگار من سر تا قدم پر از گناه هستم، من در درگاه تو چقدر ناقص و پر از کمبودی است. پروردگار تو بزرگوار هستی، من ببخش. تو من از تو امیدی بخشش، امیدی بخشندگی دارم. حتی مولانا یک جمله داره در حدیث قدسی پروردگار که بنده عاصی برای توبه دیر آمد، اگر کوهی معصیت را توبه می سازم بدر. رب العالمین گفته که اگر بنده گناهگار اگر چی دیرم به درگاهی من آمد، اگر کوه گناه داشته باشه من گناهاش می بخشم، یعنی توبهش قبول میکنم. و این خاطر ما و شما هم باشیم برادرای عزیز بزرگواری من، یعنی از رحمت خدا ناامید نشیم، از هر نوع گناهامون توبه داشته باشیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب
تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما به تو کوثر را عطا کردیم ای محمد. متوجه باش که اون آسد نوائل و کسانی که برای تو زبان درازی میکنن اونها بدانن که عزت و سرفرازی و سربلندی از آن محمد و پیروان محمد است. العزت لله و للرسول، عزت از آن خدا و از آن پیامبر و از آن مؤمنین هست. العزت لله و للرسول و للمؤمنین. برادران عزیز و بزرگوار، پس باید همه ما دست به دست هم بدیم.